حتما میدونی بعضیا به کافئین و قهوه حساسن، ولی شاید نمیدونی دلیلش اینه که ژنشون اینطوریه. یه ژن تو بدن ما هست به اسم CYP. این ژن تعیین میکنه بدن کافئین رو چقدر سریع تجزیه کنه. بعضیا نسخه سریعشو دارن و بعضیا هم نسخه کندش رو. اگه نسخه کند رو داشته باشی، کافئین مدت طولانی تری تو خونت میمونه. یعنی وقتی یه شات اسپرسو میخوری، چون بدنت نمیتونه تجزیهش کنه، تپش قلب، بیقراری یا اضطراب میگیری. این موضوع یه بیماری یا مشکل خاص نیست. تقریبا 50% آدما نسخه کند این ژن رو دارن. این فقط یه ویژگی ژنتیکه، مثل رنگ چشم. قابل درمان یا تغییر دادن هم نیست. چرا؟ چون هر کس با DNA خاص خودش به دنیا اومده. پس اگه قهوه و کافئین اذیتت میکنه، مشکل تو نیست. بدنت فقط از نوع کندسوز هاست و این کاملا طبیعی و رایجه. اگه به نکات علمی کمتر گفته شده علاقه داری، سابسکرایب کن.